قند خون به بسیاری از غذاهای فاقد گلوتن سریعتر و قویتر از غذاهای مشابه حاوی گلوتن پاسخ می‌دهد. غذاهای بدون گلوتن اغلب حاوی نشاسته بیشتر، فیبر کمتر و قند بیشتری هستند. نباید با غذاهای طبیعی بدون گلوتن مانند رشته فرنگی شیراتاکی و پاستای کنجاک که جایگزین‌های سالم و لاغری برای نودل‌ها و پاستاهای کلاسیک هستند اشتباه گرفت. اوکارای سویا همچنین به طور طبیعی فاقد گلوتن، پروتئین و فیبر بالایی است که میتوان آن را به تنهایی یا به عنوان جایگزینی کم کربوهیدرات برای آرد گندم پرکربوهیدرات مصرف کرد. دانه‌های کینوا به طور طبیعی بدون گلوتن هستند، مانند غلات مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند جایگزین گندم شوند. کینوا یکی از مغذی‌ترین گیاهان در جهان است. اگر آلرژی، عدم تحمل یا حساسیت به گلوتن دارید، غذاهایی را انتخاب کنید که به طور طبیعی فاقد گلوتن باشند. از غذاهای فرآوری شده و فوق فرآوری شده دوری کنید.